آهنگ جدید علی روراسی رو گوش بدین، بعدش کارتون دارم. خواستم بگم من کل دنیا رو گشتم تا به این انگشتری که الان میخوام بهتون نشون بدم رسیدم. انگشتری که میخوام بهتون نشون بدم کل طلا فروشی های ایران اگه بگردی ازت یه 18 تا 20% اجرت میگیرن، 7% سودم میگیرن، 2-3% مالیات هم میگیرن. ولی این انگشتر رو شما اگه از راما گالری تهیه کنی یه 18% فقط میدی. انگشتره نگاه کن باد حرف میزنه. حالا تو ویدیوی بعدی انتهای پست من همه دنیا رو گشتم تا به تو رسیدم، توی دیوونگی رو دست